به نام خدا. به ویدئوی راهنمای سکوی بینا خوش آمدید. برای استفاده از سکوی بینا ابتدا وارد سایت bina.liara.ran میشویم. برای شروع ابتدا باید ثبت نام کنیم. نام کاربری و رمز عبور و تکرار آن را وارد کرده و بر روی دکمه ثبت نام کلیک میکنیم تا پیام تایید به ما نمایش داده شود. بعد با استفاده از قسمت ورود وارد حساب کاربری خود میشویم. در این صفحه لیست تمام پیشخوان‌هایی که ساخته شده نمایش داده می‌شوند. برای ساخت پیشخوان روی دکمه ساخت پیشخوان جدید کلیک می‌کنیم. ابتدا نام فایل پیشخوان را باید وارد کنیم. سپس می‌توانیم معیارهای آموزشی خود را مشخص کنیم تا بر اساس این معیارها نمودارهای صفحه بعد انتخاب شوند. کنار هر معیار راهنمایی قرار دارد و با کلیک بر روی هر کدام از آنها نمودارهای مرتبط با آن معیار نمایش داده می شود. برای نمونه معیار مدیریت کلاس را انتخاب می کنیم. برای هر معیار نمودارهای فعال انتخاب می شود ولی نمودارهای غیر فعال قابل انتخاب نیست. سپس روی دکمه ادامه کلیک می کنیم تا نمودارها را بتوانیم ببینیم و تغییر دهیم. این صفحه راهنمای خودش را دارد و در مورد پارامترهای سفارشی سازی نمودارها توضیح می‌دهد. نمودارهای ما بر حسب معیارهای آموزشی انتخاب شده. نمودارها شامل 3 دسته اطلاعات مدرسان، اطلاعات فراگیران و اطلاعات دوره آموزشی هستند. نمودارهای فعال انتخاب شده برای معیار مدیریت کلاس، نمودارهای تعداد مطالب بارگذاری شده و زمان پاسخ به سوالات در انجمن هستند. برای تغییر دادن نمودارها بر اساس چیزی که می‌خواهیم، مثلا نوع کاربر نمودار، تعداد مطالب بارگذاری شده را روی مقدار همه مدرسان می‌گذاریم تا اطلاعات تمام مدرسان را برای نمودار به همه نشان دهد. نوع نمایش را نیز روی نمودار دونات قرار می‌دهیم و نوع زمانبندی را روی هفتگی می‌گذاریم. برای نمودار زمان پاسخ به سوالات، نوع کاربر را روی سطح دسترسی قرار می دهیم تا مدیر سیستم بتواند اطلاعات همه مدرسان را ببیند، ولی مدرسان فقط اطلاعات خودشان را ببینند. نوع نمایش را روی نمودار خطی تیز می گذاریم. از قسمت‌های اطلاعات فراگیران و اطلاعات دوره آموزشی، مثلا نمودار درصد و اتمام تست‌ها در اولین تلاش را اضافه می کنیم. و این بار نوع کاربر را روی فقط مدرس می‌گذاریم تا هر مدرس فقط بتواند این نمودار را ببیند و نوع نمایش را نیز از نوع نمودار خطی تیز با زمانبندی هفتگی انتخاب می‌کنیم. در نهایت با زدن دکمه ادامه پیشخوان مورد نظر بر حسب انتخاب‌هایی که انجام شده برای ما ساخته می‌شود. در این پنجره اسم و حجم فایل خروجی به ما نمایش داده می‌شود. می توانیم به صفحه لیست پیشخوان‌هایی که ساختیم برگردیم یا فایل را دانلود کنیم یا پیشنمایش آن را ببینیم یا پیشخوان خود را اصلاح کنیم یا همینجا حذف کنیم. با دانلود این فایل می توانیم افزونه تولید شده را داخل سامانه مودل ببریم و نصب و استفاده کنیم. در قسمت پیشنمایش نیز خروجی پیشخوانی که ساخته شده توی محیطی شبیه به مودل نشان داده می شود و اگر بخواهیم می توانیم آن را اصلاح کنیم. اینجا همه نمودارها بر اساس انتخاب‌های ما نمایش داده شده‌اند. وقتی روی دکمه بازگشت به لیست پیشخوان‌ها کلیک کنیم، تمام پیشخوان‌ها نمایش داده می‌شود و همه عملیات‌هایی که توی صفحه خروجی پیشخوان بود را اینجا می‌توانیم انجام دهیم.